سفرهای نوبتی ما از شهرهای آلمان ادامه دارد یا سر بشود و شما منتظر برنامه‌های نوی ما باشید دوستان عزیز. و ما فعلا قرار داریم در یک از شهرهای خیلی زیبا و دیدنی این دولت نامدار و مشهور. دیگه دوستان ما را پیگیری کنید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک، همه شبکه‌های اجتماعی قریب ما کانال داریم، میتونید ما را پیگیری کنید و دوستان محترم حتما لایک و بنویسید و کامنت را با ما شریک بسازید. دیگه بریم با هم یک جای تماشا کنیم شهرهایی که ما میگردیم در آلمان. رفتیم. عزیز من فعلا قرار دارم در یکی از جاهای خوب زیبا و دیدنی یک شهر، هم در لب ساحل. هر وقت لب ساحل آدم میاد همین غریبی بسیار چیزی به ذهن بده برادران. همه همین چی میگن وطن و در وطن زندگی کردن و کارهایی که در وطن کردن همه خلاص چی کار در وطن که پیش نظر میاد وطن در یاد میگیریم. این در رو میارن که دریای دوشنبیکه اون خاطر شما رو ببینید خیلی آدمیزاد در مهاجرت وطنش یاد میکرد از برادران. یا من نمیفهم شخصا شما را کننده بعضی شدیم برادران. دیگه دوستان عزیز خداوند در هر جایی که باشین خداوند نگهدارتون باشه، خداوند در پای یک گون مهاجر مسافری تاجیک خار نزنه، همه خداوند در پناه خویش حفظ کنه. و دوستان عزیز هنگام سرگشت کردن در لب دریا در لب ساحل این مرغابی را بینین خطی چودکش بیرون برآمده لب ساحل. را بین در بالای سنگ های خیلی بزیبا کنیایی را بی ماشاءالله. اگه خدایی که نگریزن فکر کردم که البته هیکل مرغابی ای زنده بوده. این ایش خوب باید اینجا ایش در بالای چیه سنگ برآمده خطی چوجکاش 5 چوجک داشت است. ماشاءالله این روی چه زیبا یا اگر در تاجیکستان میبرد در شب هست میبردشان اساسی یه شبیه ماشاءالله. دیو نه مایده کنالی نه شاید هم ماه باشه. فکر کنید دوستان عزیز این هم در لب ساحل چنانچه گفتم در یکی از شهرهای با نفوذ آلمان. اینجا هم کشتی بوده، رستوران کشتی، تو کشتی که میرفتگی باشه چی برای هیچ کنه است که با فیلم این هم رستوران هم کشتی میرفتگی. را بینید در لب یک ساحل در یک شهری آلمان. خب منتظر برنامه بعدی ما باشه دوستان عزیز. فعلا خدا نگهدار. شرایط در شب و روز در همه جا مخصوص در تاجیکستان، نمیدونم در افغانستان، در دیگر کشورها سیل میگن چی میگن آبخیزی شده است. شما دوستان فکر کنید در قلب اروپا هم این کار شده است. مثلا نگاه کنید این طرف هم ما در لب دریایم او با این بالا را برو محبت اینا همه لایلقه و نمیفهم چی میگن همون چی هستن. نگاه کنید یک رستوران در لب دریا تو امین میگن او طرف ما نشونته تو اونمو لب ما سب بلندی ما سنگوره او خسته بود مثلا نگاه کنید اما چی هست لایلقه و همون چوی لای هستن نشانه های لای سیل. فقط این ده همه جا بدست برادر ها تاک شما بیغم باشین، فقط خدا را یاد کنید، در مازاد ها کنید دیگه این کار نشود.
رفتم دیگه طرفای شهر. بزرگ با بچه‌ها چیز خریده هستم. این که با هم مایده که مایده که ماشین چک کوفته زد ماشین چک. عزیز من در یکی از شهرهای باستانی آلمان قرار دارم و گفتم که یک چیزی که قدی بچه‌ها خورده‌شون با شما شریک می‌سازم. این برادرها چی میگیم؟ مراجعه یا که همون یخماس میگیم مراجعه میگیم چی میگیم؟ همون چیزه ببینید هر کدوم میاد چند نموده مثلا چند طعم چند مزه خاص یا که از دوستان عزیز دانه‌اش 8 نه تا 10 یورو های با خاطر مثلا تشنگی شکستن همین خستگی دروه میدونید یک لالیچه میره نوش جان میکنید درش میره